سلام. به اولین ویدیو من توی یوتیوب خوش اومدید. امیدوارم که ولاگی که گرفتن در مورد زمین خاکی یه تمرین فوتبال حدودی داشتیم توی زمین خاکی. خودم بودم با موتور رفتم. امیدوارم که خوشتون بیاد. اولین ویدیومه، سعی می‌کنم بیشتر فعالیت کنم، یعنی حدوداً هفته یه دونه ویدیو بذارم که تجربه‌ام بیشتر شه و ویدیوهای بهتری باهاتون در اشتراک بذارم. امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم که ببینیمش. من براتونم مسئله توی پول میرم سر هر دست انداز اعتبار نداره چپ کنم. آخرهای مسیریم رسیدیم به جاده ای که منتهی میشه به زمین خاکی. امیدوارم که این آخرین باری که من اومدم اینجا، امیدوارم که مثل اون اینجا حالت چوب مانندی بود که اونجا آبشو باز کرده بودم میرفت برای کشاورزا. امیدوارم که اونجوری ما رو باز نکرده باشم. باید برسم ببینم. حالا کمک بچه ها حالا این دقیقا جای لاستیک منه. باتری ببینم نداره اینا. جای لاستیک منه. این جای رفتمه که رفتم. اینم جای برگشتم که اومدم. اینجا صاف شده بود، دوباره نامرده آبشو باز کردن رفته. خب من میرم تو زمین خاکیه و رسیدم ازش فیلم میگیرم براتون میذارم. حالا که اینجوری شد اومدم اینجا دیدم هوا خیلی سرد نیست نسبت به دیروز. توپ دروازه من از همه این دعا میکنم گرم کنم. بچه‌های گل الان معلوم باشم میرفت و برگشت میرم و بعدش بریم چون تمرین بعد این تمرین رو انجام دادم
بین موانع. پروازه ندادم زدم این بر که نرم اومد دیگه. بچه ها به پدیده عجیب خوردم. اون ور که بودم هیچ تیغی نبود، زیاد نبود که بشه دریب زد. این برم که اومدم دیدم باز هیچ تیغی نیست. من واقعا باور نمی کنم، چرا؟ چون هر سری که میمدم اینجا پر تیغ بود، زمین پر تیغ بود. الان هیچ تیغی نیست. اولین ویدیومه هیچ تیغی نیست، من باور نمی کنم. این وقتی آنچنان نداره. تمرین تقریبا اینجوری میشه که شروع میکنم، راه میفتم، هرچی که میرسم به این روش، هرچی که بلدم، فقط سرعت پا باید زیاد باشه. دریبل میزنم تا اینجا میام، یه سرتوب به این صورت میزنم. ببین این در حرکت همش درست میشه، الان این مقدار ناجوری میشه. این توپ کامل برمیگرده، بعد تو بیشتر به تو حرکت باشه بیشتر میره. بعد یه شوت سمت دروازه. تقریبا تیر بود، اینجوری میرفتم آمدن. اینم بود تمرین امروز ما. من خیلی مجهز بودم، اولین ویدیومه، خیلی خوب نشده ولی سعی میکنم که ویدیو زیاد بزنم و تجربه‌ام بره بالا تا ویدیوهای بهتری بذارم. مرسی که تا آخر دیدی. خداحافظ.